و علیکم السلام و رحمت الله. میکائیل خوش آمدید. برادر حاضر همه برادرها زنگ گفتن که کدام ونجی برآمده. من گوش کردم همه گپاشا. اکای دروغ نمیگم. اکای عبدالله زنگ زد نمره خودم میدونم. عبدالله کدام میگم میکائیل اسین در کامنتاری خواندم برنامه شما نگاه میکنم. اکا کدام عبدالله زنگ زد؟ برادر عبدالله. من در گلند هستم. من از حکومت نمیترسم. من یگان کس نمیترسم. من به چهره خود نمیبرم. وقتی که ونجی میگین شما اکای محمد دانسته بگیرین که ونجی هر آدم شده نمیتونه. با چهره آدم نمیبرویه و نامش نمیگیره و چهره شما نمیبینین. ونجی نگین برادر. من خودم ونجی هستم. نگاه کنید. از هلند هستم اکا. از هلند هستم. اگر که حزبی شما بگم در هلند پر است. حکومت نمیتونه. من شرط نمیشه که من بگم اکا. این گپ نیست. این گپ نیست اکا. شما آخی گپ بیزه ای هلند ونجی در هلند کی است؟ من هستم میکائیل رحمان هستم. گپ داریم بگو گپ زن اکا. محمد گپ زن در روی من حزبی نیستم، گروهی نیستم، من حکومتی نیستم. گپ زن در روی من از هلند هستم. کو گپ زن. نگاه کنید برادر عزیز. حالا همین در عصر 21 هستیم. برادر رحمت در عصر 21 هستیم. انالیز آواز یگان مشکل ندارد. همین اسکوشن پارتایی آواز من امین بود. نگاه کنید. صبر. من گوش کردم شما رو. حالا می پارتایی هر دو آواز رو. و این آواز یک آدم است، آواز دو آدم است. یافته می‌کنید. یگان این مشکل ندارد. از این در عصر 21 یگان خیلی جای گریز نیست برادر عزیز. برادر رحمت کرد. این یک طرفی است. این انکون نگاه کنید. یک دلیل همون نفری که از افغانستان هم گفته گپ زده شده بود، سیویاسک سلوواش بر پدر رحمت بود. سیویاسک شما هم بر پدر رحمت است. از این جای گریز ندارید. ما وقتی که بچه را برآمدیم شما عقل دارید. شما حزب شما دگران بیکار راضی مانده. چی حبیبی نکنید. شما حزب شما سوق زیبا کردید. همه مردم را برپسته میکردید. شما چی گپ میزنید؟ ما بچه را برآمدیم دلبیو. دلبیو تو میدان چی میگی؟ من کوی میدان نمی‌نیونی. تو میدان عقل داری. تو باندی چی میگی؟ تو این برنامه باندی چی میگی؟ تو با چی منچی میگی؟ دلبیو بچه های ما چند کردن؟ بچه های ما مجاهی بودن. بچه های ما مردن. تو گنداز تو چی گرم میزنی؟ ای بگی بچه های ما باندی همه چی در برنامه جور میکنی. برای چی میگی؟ دلبیو من میکائیل هستم. من مخالفاتم باندی هستم. من پامیری هستم. من تاجیک نیستم.